هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. با درود و پیام‌های فراوان، این نوروزی نشر نوبتی برنامه تلویزیونی آفرینندگی را منظور شما میکنیم. یک هفته می شود که در حال هوای نوروزی وطن عزیزی ما قرار دارد و امروز در این برنامه با حضور استاد دانشمند دکتر بشیر عزیزی که مهمان وطن ما اند و فعلا در پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق به نام بهاءالدین فی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به حیث پژوهشگر فعالیت میکنند به استودیو تشریف آوردند تا در موضوع نوروز باستانی در مقام پروژه آفرینندگی یک صحبتی داشته باشیم. استاد تشکر، خوش آمدید که دعوت ما رو پذیرفتید و نوروزتان مبارک باشد. از همینجا استاد شروع کنیم که نوروز به صفت یک جشن جهانی به جهان و به بشر چی میراث داده است و همچنین میراث بشری چی خدمتی کرده میتونه؟ از همینجا شروع کنیم. فرمایید استاد. با سلام از بوی خوش بهار و تشکر و سپاس که برای من فرصت مساعد ساختین. نوروز باید بگوییم که یکی از او آیین‌نامه است که میراث تمدن بشری را در آغوش خود نهفته دارد و این مسئله بسیار مهم است که چرا ما نوروز سزاوار چنین یا شایسته چنین تجلیل با شکوه است چنان که در تاجیکستان و دیگر کشورها می شود. دلیلش است که این همچون یک میراث تمدن بشری است. این به یک کلتور یا یک سرزمین یا خاصگاه معین تعلق نداره، میراث یک کلتور معین نیست بلکه یک میراث تمدن بشری است. چرا این طور است؟ کمی به گذشته تاریخی بشری باید ما مراجعه بکنیم که بشر در گام هایی که به سوی متمدن شدن گذاشت چی چیزی برایش کمک کننده بود؟ کدام گام مؤثر بود؟ ده ها هزار سال، 70-80 سال انسانای اولیه، انسانایی که به مانند ماست از نوع هومو ساپینس است در افریقا، همچون یک موجودات دیگه در پولی دیگر حیوانات، موجودات بسیار با اهمیت نبودند، مثل که دیگر حیوانات و پرنده ها و خزنده ها بود. در جمله از اونها ده ها هزار سال باعث یک موجود بسیار به اهمیت زندگی داشت و همچون فرد توانایی و قابلیت ازیر نداشت که بر کره زمین مثل که آلی از سلطه پیدا بکنه. یکی از موجودات در کنار دیگر موجودات بود و زندگیش هم زندگی بسیار یک نواخت بود. پیشه اصلیش هم شکار بود، همون پیشه‌ای که با دیگر جانوران درنده هم پیشه بود. ولی بالاخره با یک گام بسیار زفرمند که عبارت از آموختن کشت بود، هنر کشاورزی بود، که با این گام زفرمند فاصله خود را از دیگر حیوانات و موجودات زنده جدا کرد و تا اون وقت یک مصرف کننده عادی بود، مثل دیگر مصرف کننده و حیوانات است. چیزهایی که در طبیعت بودن از همون استفاده می برد، خودش چیزی به طبیعت نمی افزود. زمانی که هنر کشاورزی را آموخت که باید یک دانه را در زمین کشت بکنه و از حاصل از او هزارها دانه دیگر را بگیره، این یک چیزی بود که خودش هم به طبیعت چیزی آفرید و از همینجا کلتور شد. اگر شما به کلمه کلتور به زبان لاتینی توجه بکنید، معنیش پرورش است. سیسرو فیلسوفی که 2000 سال پیش حدود زندگی کرده، همین کلمه را سرش مطالعه کرده و گفتن که همین گونه که ما یک نبات را پرورش میکنیم و آب میتیم و به او عنایت داریم، او به ثمر میرسه، ممکن است که انسانها را هم، کودکان را هم اگر ما درست پرورش تربیت بکنیم، اونها هم شاید که زندگیشان بهتر شود. کلتور اگری میاد به کلتور انیمی، یعنی که انسان هم به پرورش ضرورت دارند و کلتور همیشه یعنی که پرورش کردن. ما با ایجاد کشت که در همین سرزمین هایی که نیاکان ما زندگی میکردن از
مثلا این ماورالنهر و این ساحه فلات پهنای ایران و تاریخی، بله. خراسان تاریخی و همچنان نه تنها اینجا بلکه خاصگاه اول کشت در بین دجله و فرات، همین منطقه خاصگاه نوروز است و از همین خاطر از اون منطقه از اون سوریه گرفته تا اینجا تا بخارا اینجا نوروز تجلیل میشه و این کشت به ما چند چیز را داد. یکی این که ما در یک جای معین وقتی که شما کشت میکنین متوطن میشین، شما منتظر هستین که حاصل زیر بردارین. وقتی که شما متوطن شدین حاصل زیر برداشتین، شما فراغ خاطر پیدا میکنین، یعنی که پشت غذا بگردید، حالا دیگه آذوقه دارین، زمینه برای فکر کردن و خوشحالی کردن. خب طبعا وقتی که شما حاصل میگیرید، یک چیز شما آتی شما آینده شما مطمئن میشد، شما خرسند میشین، طبعا میگین که ما دیگر مجبور نیستیم که در بدر کوچیگردی در سراسر کره زمین بگردم. شما در یک جا متوجه میشین و فایده از این چیز زمان شناسی. سال آینده در همین زمان باید این کشت باید شود. دیگر نقطه است که کار کلکتیفی است. ما به طور فردی نمیتونستیم که به این حکم روایی در طبیعت برسیم. کار کلکتیفی، تخیل، اینها ما را بالاخره به جای رسان که ما نه تنها از زندگی کوچیگری فارغ شدیم، بلکه به اندیشه دولت داری، به اندیشه از اینکه خط را بیافرینیم، بالاخره کتاب، بالاخره بعداً گامای بعدی که بعد از ما گذاشتیم به انقلاب علمی و صنعتی، نخستین گامی که بشر گذاشت همین کشت بود. ما را از موجود مصرف کننده طبیعی به یک موجود کلتوری تبدیل کرد. برای اینکه چون تمدن از اینجا آغاز میشه، تمدن بشری، بنان این میراث هم میراث مشترک بشری است. یعنی به ما چند چیز را فایده کرد. یکی زمان را به ما شناخت که ما نسبت به زمان خود بی تفاوت نباشیم. ببینید 60-70 هزار سال بشر نمیدانست کشاورزی چیست. زندگی یک نواخت داشت در پولی دیگر حیوانات. با کشت فاصله گرفت، متمدن شد، کلتور آفرید. یعنی آفریننده شد. بله، خودش از مصرف کننده تبدیل شد به آفریننده. یعنی چیز ما به طبیعت علاوه کردیم، کلتور شدیم. دیگر موجودات ببینید فقط مصرف میکنن، ما چیزهایی را آموختیم و با این آموزش ما فاصله خود از طبیعت به حیث یک مصرف کننده به یک موجود کلتوری و آفریننده تبدیل دادیم. یک کلمه داریم استاد، از این کلمه کلچر. بله. کلتور در مثلا در همون کشتکاری ما کلتیواسیا داریم. بله. کلمه کلتیواسیا پرورشی، اون نهال پختر همون کلتیواسیا میگیم. بله. انم انسان هم با کلتیواسیا و پرورش نیاز دارد و بله. در تاریخ توسط نوروز ما یک نوع کلتیواسیا کردیم. بله. پرورش دادیم ذهن بله. خودمون، پرورش دادیم جسم خودمون، پرورش دادیم مغز خودمون و همینطور یک مراسمات، یک رسومات، سلسله رسومات جور کردیم و طی عصرها این تجلیل کردیم. بله. یعنی پیروزی خودمون، بله. پیروزی و هنری آفرینندگی خودمون در برابری بله. اون طبیعتی که در روی ما قرار دارد. استاد بس حوال دیگه میگذاریم چون وقت بله. فرصتمون زمانمون درباره زمان و زمان بندی صحبت کردیم که نوروز هم برای ما زمان بندی را مقرر کرده، مشخص کرد. سوال دوم استاد در این که اکنون موضوع را که موندیم، نوروز به صفت پروژه آفرینندگی، بله. موضوع بحثی ما. بله. اکنون در این موضوع میایم که از اون خلال مطالعاتی و نگفتن هم که شما استاد یک کتاب خوبی هم نوشته چندین سال پیش، سال 2003 نشر بله. کردین در هلند، به نام نوروز انگیزه و رسالت فرهنگی. بله. این نشر کردید و زیاد هم پژوهش کردید روی نوروز، همچون یک برنامه یا پروژه آفرینندگی. بله. چگونه ارزشی دارد، چگونه جایگاهی دارد؟ بله. وقتی شما نوروز را تحلیل میکنید، تحلیل طبیعت است. شما به طبیعت می روید و نگاه میکنید به طبیعت و آفرینندگی طبیعت را در نوبهارش می بینید. مثلا بیولوگا مثلا میرن در طبیعت در این موسم بهار، می بینن به گلها نظر دارن، به حشرات نظر دارن، می بینن که در بین گلها یک نوع یا اسپیسیس نو را یافتن. خب بعد اون را نامگذاری میکنن و در تمام مطبوعات علمی و پخش می شود که در فلان نقطه به طور مثال کوههای پامیر
در این زمان یک حشره نو برای اولین بار پیدا شده است و یا یک نبات نو که با نباتات پیشتر کاملا در نوع خود فرق دارند، متفاوت است. این چی را نشان میدهد که طبیعت همچون یک آموزگار برای ما نشان میدهد که من پیوسته در حال آفریدگی هستم. شما همچین انسان ها چی میکنید؟ اقلا اگر ما به این نظر بیندازیم، ما هم به ما یک انگیزه میشه برای اینکه ما هم باید در سال نو یک چیزی باید بیافرینیم. معلم هستیم یا کیمیادان هستیم یا دیقان هستیم، یک نبات نو. این یک انگیزه است برای آفرینش چیزهای نو. و در ادبیات ما شاعرای ما بسیار به این مسئله توجه داشتن. وقتی به طبیعت نگاه میکردن میدن که چقدر چیزهای است که ما باید از این بیاموزیم. مثلا حافظ میگه در چمن هر ورقی دفتر حال دیگر است، حیف باشد که ز کار همه غافل باشید. شما یک بار بروین طبیعت را نگاه بکنین، ورق بزنین، ببینین که در اون چه چیزهایی است و هر پدیده که در طبیعت هست برای ما یک انگیزه شده برای از اینکه درباره آینده فکر کنیم. وقتی به حشرات نگاه میکنیم که میرن آذوقه جمع میکنن برای زمستان، زنبورا را میبینیم که به طور مثال نه تنها غذای خود را از شیره گل میگیرن، بلکه به طبیعت اونا یک چیز علامه گرد افشانی میکنن که یعنی نسل نباتات زیاد شود. اینا خودش برای ما هر کدام یک انگیزه است که ما چی باید بکنیم در برابر احیای طبیعت. ما هم باید چیزی به طبیعت زیاد بکنیم و سعی بکنیم که در افکار خود، در اندیشه های خود چیزهای نو را بیافرینیم. نیما یک شعر بسیار جالب داره در سال 1309 گفته که 1309 در نوروز گفته چنانچه 1308 ز پیش چشم ما بگذشت. یک شعر جالب داره، خواهد از پیش چشم ما بگذشت، دست ما بر جبین زمانه چی نوشت. یعنی ما چی کردیم؟ قلب ما با زمان رفته چی کرد؟ تو که در کار خانه آبادی، مثل که ما در نوروز خانه های خود را مثلا خانه تکانی داریم، گلم و این چیزها را می نوشیم و خانه را آباد میکنیم، ساختمان های نو میکنیم. تو که در کار خانه آبادی خانه خیش را صفا دادی، شرم بادت به نام آبادی خانه فکر را صفا ندی. یعنی شاعرای ما به این مسئله بسیار توجه داشتن که ما از طبیعت باید بیاموزیم و به فکر نوگری خانه فکر خود باشیم که خانه اساسی ما دیگر کونه نماند. این فرهنگی پینداری داریم که همشون با نوروز علاقه. بله. فرهنگی شنیداری، فرهنگی دیداری، بله. فرهنگی پینداری، بله بله بله. فرهنگی گفتاری. یعنی همه اینها در یک حوزه یا هسته نوروزی جمع می شوند. بله. که اون فرهنگ پینداری ما فرهنگ تفکری و مغزی و اندیشوی ما است. بله بله. در نوروز باید و این منبع یک جهان بینی شد برای ما، یک جهان بینی نو شد که چشم و دل ما بسیار به زمین متوجه باشه. بله بله. چون انسان ها موجودی هستند که از یگانه موجود است در میان موجودات دیگر که از مرگ خود آگاه هستند و این برای بشر به گفته های دیگر یک اضطراب است. همه عمر در فکر امین است که من روز میمرم و به حسرت از این داره که دیگر موجودات در این زمین میمانند و ما میرویم. برای این در جستجوی است که آیا برای ما کسی وعده میداد که ما هیچ نموریم، همیشه جاودان باشیم. ببینید در فکر عزیز که کسی برایشان از ماورای طبیعت چیزی بدهد، وعده های بدهد که شما باز از نو زندگی میکنین. این چیزها وقتی شما با طبیعت است، شما دیگه باز فارغ میشین، دیگه در فکر همه وقت در فکر همون هستین که مرد در دیگر دنیا چگونه باید زندگی کنیم. فکر شما از طبیعت دور میشه، فکر شما از زندگی واقعی که هر روزه سر و کار دارید دور میشود. این جان بینی، این نوروز به ما یک جان بینی آموخت که ما به طبیعتی که دائمی زندگی میکنیم و جزء همین طبیعت و جزء امی هستیم، برای امین راه میرویم، مرده های ما در اینجا دفن میشوند. ما در همینجا باید کار بکنیم و سعادت لب کشت را مثلا آب تا کمین خاک به هیچ وعده نفروشیم. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار. این خیام میگه. این آیسته به فرهنگ ما تبدیل که ما این زمین را
دوست داشته باشیم. بله. و کتاب مقدس اوستا زمین را بسیار مقدس و کشت را بسیار مقدس دانسته. برای همین است که دوران میگه که اگر ما در جمله ادیان دین را ببینیم که کدامش به طبیعت و دوست داشتن با طبیعت نزدیک است، میگه دین زرتشتی است. مثلا دین همین نیاکان ما که بودن، برای اینکه اونها زمین را بسیار مقدس میدانستند. حتی مردهای خود از زمین دفع نمیکردن که زمین ناپاک نشد. در بلندی کوها میگذاشتن که تا پرنده هایی که گرسنه هستند از او استفاده برند. میگه اگر قرار باشد که بگوییم کدامش به اقلیم و دوست داشتن طبیعت نزدیک است، اینها هستند، از این آریایی ها هستند، از این فارس ها هستند که این دین زرتشتی هستند که این هستند. بنابر در نیاکان ما هم این مسئله نزدیکی با زمین نکته بسیار با ارزش بود. و خود نوروز هم ارتباط دارد با خاک زمین. بله. مثل اینکه مثلا مهرگان با باد و صدف و آتش و اینا، این نوروز بیوسته با همون 4 عنصر و عنصر اساسی خاک زمین ارتباط میگیرد. و خود زندگی هم که در فرهنگ خیلی قدیمی ما، حتی پیش از زرتشتی ما، در فرهنگ میترایی ما هم ارزش بلند زندگی محسوب میشه. بله بله، بدون شک. زندگی با بزم نوروزی قشنگ و از شکوهی لاله‌زارش رنگ رنگ. جشن نوروز جوان شوخشنگ باشد رمز و نمادی نامونک. یعنی این نوروز که با همین زندگی با نوروز قشنگ و زیبا است. از شکوهی لاله‌زارش آذرنگ. بنابراین ما با همین زمین، با همین فضا، با همین حضوری که داریم در همین طبیعتی ناپیدا قرار و که جزئی اون هستیم، در آغوش همین میرویم و نوروز هم و ما همین تلقین میکنیم. تشکر استاد. سوال دیگری که در همین زمینه هست و صحبت خوب هم کردید. از اون گذشته دور رفتیم، از اون حالت بیولوژی به حالت سوسیولوژی اومدیم. این حالت سوسیولوژی رو برای ما این نوروز آورد. مژده شد داد که اون کشت کار کنیم تا اینکه راحت باشیم. که راحت کشتیم، بعد تدارک خوشحالی ها از جمله جشن‌ها و بزم‌ها و مراسمات و رسومات و دیگر رو میریزیم. استاد، با نوروز زیاد جنگ شده است در تاریخ. یک بخش دیگری صحبت ما خشونت هایی که علیه نوروز صورت گرفتند و اون پیامدهای ناگواری که به سر نوروز آوردن و نتونستند به هر صورت نوروز رو از این صحنه زندگی ما و از صحنه زندگی بشری برند. در مورد این صحبت کنیم که خشونت هایی که تا امروز هم هستند و سخت‌تر هم شدن. بله، نوروز خودش یک نوگری است و هر کس که با پدیده نو در مخالفت باشد، اونم با نوروز مخالف است. مثلا یک شاعر داریم ما، بیرنگ کدامنی زندیات، گفت نو را حرام دانند باشد اگرچه نوروز، شاعر کشند بردار باشد اگر فرزدق. فرزدق یک شاعر عرب بود. برای اونا مهم نیست هرچی که نو باشند. بعضیا با همه خصوصیت نو بودن طبیعت که در طبیعت است و نوگری هاست در مجموع، چی در نوگری ها در کار طبیعت باشد، چی نوگری ها در کار انسان ها باشد، تکنولوژی و علم باشد، در مخالفت هستند. و کسایی که با همین فرهنگ آشنا نباشند و پیش نداشته باشند و نخستین کینه‌توزی ها با هجوم اعراب به سرزمین خراسان شروع میشه از اون وقتا، چون اونها با این نوروز، با این گلگشت و این کشت و این چیزها، منطقه صحرایی بود، آشنا نبودن، از خود برایشون یک چیزی بیگانه بود. مثلا هر چیزی که در اونجا می آمدن در سرزمین‌های اینجا یا مصر یا جای دیگه که می رفتن برای حمله، میدن که با فرهنگشون بیگانه است و نابود میکردن، بدون از اینکه بفهمن که این نوروز خود کدام اصلی هم ابزاری هم ندارد که برای دولت‌های خلفا مثلا خطری باشد از اون باشد. این یک پدیده طبیعی است، اما چون با سنت‌های اونها با سنت‌های پیشین زندگی پیش از اسلام بیگانه بود، از او خاطر نوروز منع کرد. و اما یک مسئله بود که اونها در زمان در خراسان جشن‌های نوروزی میشد، به دربار شاهان و شاهنشاه‌ها مردم هدیه‌های نوروزی می‌بردند. در اون زمان آهسته آهسته به همین شکل با آوردن هدیه‌ها نوروز مان و البته در زمان خلفای عباسی وقتی که عنصر خراسانی غلبه بیشتر پیدا کرد و دولت‌های مثلا وزرای برمکی آمدن، وقتی که دوران صفاریان و مثلا یعقوب علیه الصفار اینا، این دوران طاهریان آمدن و بعد سامانیای خود ما، اینها عنصر نوروز آهسته آهسته دیگه باز غلبه کرد و جزء
عادی پروسه زندگی مردم شد، جز جشنا شد، دیگر کسی اون را انکار نمیتونست. با دنبال این استاد یک سوال آخرینی ما هست که نتیجه گیری کنیم. صحبت مونه نوروز برای ما در قالب یک آینده بینی، یعنی ما با نوروز و بدون نوروز چه آینده ای داشته میتونیم؟ البته وقتی که ما توجه با نوروز، البته توجه به زمین است، همین کره زمینی که ما بایش عنایت داریم و توجه داریم، این زیاد مورد توجه بشریت قرار میگیره. یعنی که کره زمین مال مشترک همه ما است. اگر در یک جای بی‌عدالتی باشد، بشر در جای دیگر دیر یا زود خبر می شود از این مسئله. حالا مطبوعات چنان به هم نزدیک شد. بنان هر قدر به این مسئله توجه باشد، مردم هم در فکر حفاظت از کره زمین که برای ما چنین نعمات داره می باشد. اگر شما توجه کنین، بشر در قرن آخر قرن 20 و شروع قرن 21 چنان قدرت پیدا کرده که توانایی پیدا کرده که همین کره زمین را 20 بار از بین ببرد. چنین امکانات و قدرت تکنولوژی را بشر 2 قرن پیش 3 قرن پیش نداشت. جنگ ها میکردن، قلعه ها را از بین میبردن، مثلا حکومت ها را از بین میبردن، ولی توانایی نداشتن که کره زمین را نابود بکنن. این امکانات به دست ما رسیده. اگر ما از طبیعت دور باشیم و به طبیعت نظر نداشته باشیم و به فکر از این نباشیم که همین کره زمین برای ما چنین نعمات داره و نسل بشر فقط بالای همین کره زمین میتونه که ادامه حیات بکنه، این نکنیم، آیسته آیسته تکنولوژی ما را به حد مصروف میسازه که ما فراموش میکنیم که در کجا زندگی میکنیم. همین کنون تکنولوژی به حد حاکم است بر سرنوشت بشر که بشر را تبدیل کرده به یک ابزار، یک جزء یک ماشین تبدیل کرده که روزانه می از صبح تا شام کار میکنه و سحر کمتر باید روغن بگیره، صبح باید پس از نو کار بکند و تعیین میکند زندگیشانه. از این خاطر توجه به زمین توجه به بشریت است، توجه به کشت توجه به انسانیت است و کره زمین و نگاه کردن است. و توجه به نوروز و توجه به نوروز توجه به انسانیت و عمری انسانیت. تشکر زیاد استاد. تشکر که یک صحبت خوبی هم کردیم و اطمینان میکنیم که در آینده نیز چنین صحبت ها را با شما دایر میکنیم در موضوع گوناگون. البته من فشرده این صحبت خود را تقریبا درباره موروث یک مقاله هم نوشته کردم که در هفته‌نامه ادبیات سنت تاریخ 20 امین ما نشر شد که خلاصه همین صحبت هایی که ما داشتیم در اونجا تقریبا انعکاس یافت. تشکر زیاد و به بینندگان هم عرض میکنیم که مقاله استاد بشیر عزیزی در هفته‌نامه ادبیات و صنعت در شماره 20 مارس چاپ شده و میتونید از اونجا محتوای صحبتی که داشتیم اونو پیدا کنید و مطالعه کنید و مرور کنید. تشکر زیاد استاد. صحبت خوبی هم انجام داده. رسیدیم و پایان برنامه. روزگاری نوروزی و حال هوای نوروزی در خاندان تک تک شما تسلط حکمران باشد. لحظه خوش، روزگاری بر دوام، دایما ایامتان بادا به کام.